خب نگاه کن، تو وقتی میخوای رو سیم سول یا رو سیم بم انگوش گذاری کنی، تا الان داشتی چه شکلی میگرفتی؟ اینجوری. مچ دستت صافه، یعنی من از این پشت نگاه میکنم، این در جهت دستته، درسته؟ بله. حالا وقتی که اینجوری وقتی که میخوای رو سیم 2 انگوش گذاری کنی کاملا اوکیه، چون هیچ فشاری هم به دستت نمیاد. اما وقتی قراره روی عرض دسته بیای بالاتر، قراره که بیای رو سیم سول و رو سیم بم انگوش گذاری کنی، این نمیتونه این شکلی بمونه. یه کوچولو باید خمیدگی توی مچ دستت به وجود بیاد که دست شما این فضا رو میبینی اینجا بین انگشتا به وجود میاد، این فضا رو داشته باشه. وگرنه نمیتونی با سر انگشت انگشت گذاری کنی، که از علتایی که دفعه اینجا صاف میشه که صافش کن اینجوری میشه. همینه، این فضا رو ندادی، این با سر انگشت نمیتونی بگیریش، به خاطر همین از بند اول صاف میشه. حالا نکته چیه؟ نکتهش اینه که باید مراقب باشی هیچ فشار اضافه‌ای به این نیاد. ببین تو در حالت معمولی وقتی مثلا دستتو گرفتی اینجوری خمش میکنی، هیچ فشاری بهت نمیاد که دردم نمیگیره دستت. اما اگه تحت فشار و انقباض باشه، این مچ دستت بعد از یه مدت آسیب میبینه. پس این جزو چیزایی که باید خیلی آگاهانه و خیلی نرم انجامش بدی. حالا رو سیم بم که میاد که این موضوع خیلی سخت‌تر میشه، یعنی باید این شکستگی، منظورم رو به بیرون رفتن زاویه در واقع زاویه مچ دست رو به بیرون باید یکم بیشتر بشه که تو بتونی روی بم هم انگشت گذاری راحتی داشته باشی، دستت اصلا گیر نکنه به سیمای دیگه. چون خیلی وقتا مثلا میخوای رو سیم بم انگشت گذاری کنی، همزمان داری رو سیم سول یا رو سیم 2 هم مضراب میزنی. آره، یعنی این دوتا باید آزاد باشن کاملا. پس این فضا رو ما لازم داریم. این قسمت، این فضا با بازی که با مچ دستت میکنی به وجود میاد. بله. درست شد؟